من باوری نداشتم که برد می‌نماید. 6 ماشین به بازی گذاشته شده بود. خدا نصیب کرده باشد هم یک تا دو تا سه تا خطیم صاحب ماشین شدن ممکن است. محمد غوزیف از شهر بختر در اقدام بردنما 2020 شرکت تیسل یکی از تحفه‌های اساسی را برد نمود. محمد از روزهای اول درباره برگزاری این اقدام و شرط‌های آن آگاهی پیدا کرده بود. برای شرکت در این اقدام اون نخست نزدیک 100 ایدی رقم ویژه را صاحب شد. در قرعه‌کشی نهایی جایزه ها که روز 3 ینوری سال 2021 برگزار شد، محمد غالب یکی از تحفه‌های اساسی اعلام گردید. در دوام 2 ماه اخیر این عکس اشتراک نمودم. من باوری نداشتم که برد می‌نماید. خوشبختانه من صاحب این جایزه گردیدم. تشکر به شرکت تیسل و همه اشتراک کنندگان. در قطار محمد غوزیف 5 نفری دیگر نیز غالب اساسی این اقدام گردیده اتومبیل‌های خونده‌ای را برد نمودند. خوش‌طلع دیگر در این عکس ساکن شهر سراسان ولایت سوق علیشیر قادیروف میباشد. علیشیر میگوید که بخت خود را در این بازی همگی با صاحب شدن 3 ایدی رقم که هر یک آنها 2 سومانی ارزش داشت سنجیده است. او نیز به غالب آمدنش چندان باوری نداشته است. خدا نصیب کرده باشد هم یک تا دو تا سه تا خطیم صاحب ماشین شدن ممکن است. زنگ زدن گفتن که هم خیر صاحب ماشین شدی. خیلی باور نداشتیم. خیلی یار جورایی که آواز من شناختن تلویزیون زنگ زدن تبریک کردن گفتن تبریک میکنیم صاحب ماشین شدی. خیلی بعد باور کردم که هم خیر صاحب ماشین شدم. غالب دیگر این اقدام احمد جان جلالوف شاید به موفق شدنش در این بازی اعتماد نداشت، ولی طور او میگوید به شرکت تیسل و اقدام‌های شفاف و عادلانه او همیشه باوری دارد. ما باوری داشتیم. چرا باور داشتید؟ کمپانی تیسل باوری داشتیم. خاطررسان میشیم که اپراتور پیشرفت و نوآور تاجیکستان شرکت تیسل در اول ماه اکتبر سال گذشته به افتخار 20 سالگی تأسیس یابیش از راه اندازی اقدام نوبتی بردنما خبر داد. صندوق جایزه های اقدام در جمهوری تاجیکستان 6 اتومبیل خونده، 3 تا برای اشتراکیان اقدام در ولایت سوق و 3 ماشین دیگر برای اشتراکیان آن از شهر دوشنبه، ناحیه‌های تابع مرکز، ولایت مختار کوهستانی بدخشان و ولایت خرطوم پیش بینی شده بود. در مجموع 13 مراتب قرعه‌کشی دوری و میانه دوری را برگزار کردیم و دور آخرین قرعه‌کشی نهایی 3 ینوری برگزار شد. در هر یک قرعه‌کشی هر هفته‌ینه از ماه اکتبر سال 2020 تا 3 ینوری 2021 ما در مجموع 13 قرعه‌کشی داشتیم، یعنی 12 قرعه‌کشی هر هفته‌ینه بازی لاتاری هر هفته که در آن نوتبوک‌ها، اسمارتفون و تلفن‌ها و بسته های اینترنتی به بازی گذاشته می شدند و در بازی آخرین که نوتبوک ها همچنین و در بازی آخرین که بازی نهایی و برای برد جایزه های اساسی بود در روز 3 ینوری سال 2021 یعنی قرعه‌کشی 13 هم برگزار شد. در قرعه‌کشی نهایی یک دان خب نوتبوک ها، 2 تا تلفن آیفون و جایزه های دیگری ارزشمند در مجموع 13 جایزه دیگر به بازی گذاشته شده و هر کدام صاحبان خود را پیدا کرد. 3 غالب دیگر این اقدام در شمال مملکت نیز امروز کلید اتومبیل ها را به دست گرفتند. مسئولین شرکت میگویند که در آینده نیز چنین اقدام های بردناک را برای مشتریانشان پیشنهاد میکنند و پیشرفت و نوآوری را در کشور ادامه خواهند داد.